در نویه کوشانیان ولایت ختلون یک حادثه کودک دزدی را آشکار و نفر گمانبر در دزدی یک کودک 2.5 ساله را دستگیر کردند. ساکن جماعت بوستانقلعه نویه کوشانیان فیضگل رستمова به شعبه میلیس این نویه مراجعت کرده خبر داده است که یک زن از ترسانزاده که خود را مسلمه معرفی کرده است پسر 2.5 ساله او شاهین رستمزاده را دزدیده است. به مقامات میلیس میسر شده است که در یک مدت کوتاه سر این جنایت را گشوده کودک ربا را دستگیر کنند و کودک را صحت و سلامت به مادرش برگردانند. بنا به گزارش آفاق قادریان سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان که در برنامه اخبار وزارت کارهای داخله نشر شد معین کرده شد که مسلمه پولاد سال تولدش 2000 ساکن شهر ترسانزاده که قبلا با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان دزدی سود شده است به خانه فیضگل رستمova آمده خواهش میکند که سرپناه ندارد و او را برای شبش را روز کردن در خانهاش را دهد. رستمova به حرف مسلمه باور کرده او را برای شب گذرانی در خانهاش را داده است. روز دیگر مسلمه پولاد از نبودن صاحبخانه استفاده برده طفل خردسال او را ربوده به خانهاش به شهر ترسانزاده برده است. خود مسلمه پولاد در این گزارش ربودن کودک را به گردن میگیرد. روز 7 دکامبر تقریبا ساعتهای 15:30 از نبودن مادرش که به جماعت رفته بود استفاده برده کودک دیگرش را در خانه قلف کرده خوردهاش را گرفته رفتم و اون هم نسبت به کودک آدمی که دلش سوخته او را در خانهاش را داده بود. در گزارش چیزی گفته نمی شود. دادستانی نویه کوشانیان به ضد مسلمه پولاد بر اساس ماده 103 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام آدمربایی پرونده جنایتی آغاز کرده است و تفتیش این قضیه ادامه دارد. به او برای این کردار از 8 تا 12 سال زندان تهدید میکند. در این اواخر این علاقه دومین حادثه کودک دزدی در تاجیکستان است. طور قبلا خبر دادیم روز 1 دکامبر یک زن 29 ساله را با اتهام دزدی کودک شیرمک از درمانگاه طبی شهری رقم 13 شهر دوشنبه دستگیر کردند. بنا به اطلاع دریافتی سامانه بامداد احمد و نگوره رستمجانونا سال تولدش 1992 زاده دهه کمپیرقلعه جماعت چهارتیپه نویه رودکی که در اسار شفر کرده بود به سبب دیر باز کودکدار نشدنش به خاطر استانه اطرافیان راییدن دست به این کار زده است. به ضد احمد و نگوره نیز بر اساس ماده 103 آدمربایی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است.